آخ آخ آخ، میوه های شما هم زود خراب میشن. بیا بهت بگم چجوری میوه رو تا 2 ماه توی یخچال تازه و سالم نگهداری بدون اینکه کپک بزنه و پلاسیده بشه. این ویدیو رو از دست نده. برای نگهداری کاهو یه نلبکی رو پر از آب کن، یه دستمال بذار تا جایی که دستمالت خیس بشه. ته کاهو رو ببر و دستمال رو بذار روش و در نهایت دور تا دور کاهو رو سرفون بپیچ. برای نگهداری موز اونا رو اصلا نشور، سر موزها رو با فویل آلومینیوم بپوشون یا اینکه توی نایلون مشکی بذار. اینجوری دیگه نور بهش نمیخوره و موزات سالم میمونه. کلاهک ذرت را ببر و روش یه دونه دستمال کاغذی بپیچ. برای نگهداری کلم با یه چاقو انتهای کلم رو مثل تصویر ببر و در بیار. بعد دستمال کاغذی رو مثل تصویر خیس کن و بپیچ به کلم و بذار داخل یخچال. برای هویج فقط کافیه زیرش رو پوست پیاز بذاری. هویج ها بدون خراب شدن تا 3 ماه سالم میمونن. برای نگهداری خیار بینش دستمال بذار تا 1 ماه سالم میمونه. توی ظرف سیب و میوه یه دونه اسفنج بذار، رطوبت رو میگیره و سالم میمونه.